افغانستان بارها قربانی تفرقه‌های قومی، زبانی و مذهبی شده است. تاریخ نشان داده است که هرگاه مردم افغانستان بر اساس قوم و نژاد تقسیم شدند، دشمنان فرصت یافتند تا کشور را تضعیف و تجزیه کنند. وحدت مردم رمز بقا و پیشرفت افغانستان است. همه اقوام و مناطق افغانستان در دهه‌های گذشته از جنگ، فقر، مهاجرت و بی‌عدالتی رنج برده. هر کسی از تاریخ روایت خودش را دارد، اما نتیجه همین است که امروز می‌بینی. این رنج مشترک باید زمینه اتحاد و همکاری شود، نه رقابت و انتقام‌جویی. تاریخ نشان داده که هر وقت مردم در برابر مصیبت متحد شدند، توانسته دوباره برخیزند و از نو بسازند. تاریخ نشان داده که رهبران کاریزماتیک اما بی برنامه اغلب کشور را به بحران کشاندند. مردم باید مسئولیت پذیر، تحلیلگر و منتقد باشند. اعتماد کور جامعه را از مسیر درست منحرف می کند. رهبران باید پاسخگو باشند، نه فراتر از نه. سکوت مردم زمینه ساز دیکتاتوری است. پس رهبران خویش را مقدس نسازید.